رفته و که در واتساپ آواز خوب نآمد حتما ما را خبر کنین تا که ما ببینیم در اینجا یک بار همون پروادار خبر بگیریم که آوازی همون آدما خوب بیاید. باز هم تشکری و مننداری از برادرها و خواهرایی که فعال هستند، کامنت نوشته میکنن و خودشون یک پهلو در پهلوی مردم مبارز می حسابند. از همتون منندار هستم. خب برادر عبدالخلیل واسی، سلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز، خوبی؟ تنجید خدا را شکر میشه. الحمدلله. گفتنیم در بورای همین یک کلاقوق میبرویا رفته بدبخت اگه تاجیکستان خونه ما پیش مادرم رفته. شما همین حکمتی ها دا روش کنیده شما ایو برایی میکنی. من همونجا گفتمش که در ویدیو که تام سویت ها بار گیرون که چی گپه سوید نیست. میگه ساعتی 5 بیگه میشه اولی ایروز نه ایروز سیمه میگه اولی ایروز یکم بعد پستیا نمیتیم. میگم که مچید محکمه اونم در بده ولی برای بار پیش برا کامرا تام که گیرون کوس نیم مچید برا. میگم پیش رئیس نهایت اندر مادم گفت که زمین تو نمیگیرم میتیم مسجدتون دکمه نداشته. دکمه مچید سال 81 یا که 82 سال هم مچید تاسیس یافتگی تا این همی 5 سال پیش مسجد هوی بود یگان همون مسجد دکمین نداشته. همون روزی میساق تا حاضره خیلی دکمین نداره بیای دکمین چکنیم. اینم من آمادم که همون مسجد چند سومه باشه من میتیم دکمین چکنم همون مسجد بیای دکمین چکنیم. یک قشلاق آدم با زیاده 250 300 نفر مسجد ندارن. ما مسجد همسایه رفتیم نمازخوانی قپیدن بردن بچه‌ها را 500 تومانی اشتراف کردن و ملایما 4,500 تومان اشتراف کردن. خیلی مسجد همسایه رفتیم مسجد همسایه را محکم کرده. های بچه ما مسلمان ما خریستیان باشیم بگیم که توکل تو به خدا مسلمانان محکم شو کنید. ما مسلمان ما خی باید مسجد ما کشاده باشه باید دین ما آزاد باشه. من چون میگه که اوچت سطر قدی گشته است جیانو دنجا نابالغان سطر قدی گشته است جان خیلی یا بگونه خونت بیا باید کنیلیش برو سر پیشوازش بگیری. در شما اگر همینطوری باشه برای بکنه مرحمت ما همون دموکراتش ما میخواهیم. ما میخواهیم که شما هم کنیلیش بگرده ما سطر قدی بگردیم. بعد این همین خیلی کاراشو پروستش وزارت خونه من 2018 او خونه زندگی نمینم. من همگی 1 سال تا 20 سال اونجا زندگی کردم. من جدا کردن من اوسپتی غش یا غش داده بوله غش مونده نکردم. پاسپورت من اود ظلمم کرده قرض کردم پاسپورت کردم رفتم در روسیه کار کردم هم نو یا 4 دوله برداشتم گفتم یا خونه راست کنم دبرش بدبختو گرفته اکستریمیست تروریستم برآورده. شما میگم من زندگیم خوب بود اون روسیه رفتم کار میکنم آباد میکردم اونجا را میگی شما نمونده که من همونجا را آباد کنم. با امروز رفتین خونه المازه این بدبختو همین خونه رحمان و فایگو قصر ملت 2018 تا حاضر اگر یگان آدم سنش تا اون اخره همونجا کلید بود میشه. دایبان چند بار زمین جنبید او دولا کفیدگی خونه را ببین. من اون چه زندگی میکنم خیلی کفیدگی نبود. من چی میگم که شما رئیس نوحیه نمیدونم پروکرور اون آدمایی که مسئوله که انا ویا بیایه با اوچای من بگه که قطعی من زنگ زدم من که تو گپ زنم یا کلاقوق آورده بورفته خچه پد اون گرفته. من اوید به همین بچه‌ها میارم خول 100% گارانتی میدم. ما ببینید ما یک چیز بگم. ما پیشتر گفتم که کسایی که در بین مبارزه یک سهم میگذاشتن خلاصه دعوت میکردن و حتی در مقابل رحمانوف گپ میزدن اونا روزش اومد برای خاطر اونها هم کارایی کردن که دیگر ما گفتیم که دست بکشن از این کارا. اون وقت گروه 24 منظم نبود، نه راهبر نه جانشین نه کدام ادرسی خاص نه ورق نه پیچت نه ادرسی بگیم
مشخص منظم نبود. هر کسی که می اومدن اما گروه 24 میگفته و میسپارید اروپا ده و اوش میگفت که ما طرفدار خلاصه اینا میخل بده. تا که اومد رهبر گروه 24 معین شد، جانشینش معین شد و یک نظم داخل شد، اونجا از نام گروه 24 مبارزه گفته و انا ما گروه 24 ایجا مردم فریب که اوجا برا مردم فریب که انا ما پاسپورت پالیتیسکی میگیرم تون انا فلان میگیرم. خلاصه میخیلی جنایت ها کردن. خبر میرسه به راهبر تصمیم میگیره فیروز میکنه بگه که پلای مردم بگردونن. خلاصه پلای مردم میگردونن. اونایی که اما اون کسایی که این کار با اونها میکنن با راهبرا یک بار نمیبراین که مصلحت بپرسن که همین آدم پاسپورت میکنم همینو درست میگن، راست میگن، دروغ میگن. اگر با ما میبرامدن حتما ما میگفتیم که نه استاپ نکنین این کارا. او ایتری گفتنی گپ نیست که با پاسپورت پالیتیسکی بگیری. همون پناهندگی در روسیه یک ساله میدادن. وقتی که این جنایت ها را که زیاد کردن دیگر ما گفتیم که اونها با هیچ کس مشورت کردگی نیستن، فقط اونها نام مبارزه را گرفته و گروه 24 گرفته. در هر کجا مردم به ما اعتماد داشت، باور که داشت، همه را رنگ ما فکر میکردن، فریب میخوردن. تا که خلاصه اینا را ما دیگر با اینها درشت رفتار کردیم. اینا دیگر مجبور شدن که تسلیم بشوند در رحمانوف و برون در اونجا از اونجا مردم دعوت کنن که بیایه. اونها هم با گناه رفتن. اگر این کار هم نمیکردن اونها هیچ وقت نمیرفتن. اما ببین کسایی که در بین گروه 24 یعنی در بین مبارزه میبردن، حتی اونها در داخل گروه 24 هیچ گپشون تاثیرگذار نبود، گپشون مؤثر نبود، یعنی که گپشون خیلی نمیگذشته. یک مبارزی قطاری. اما در اوج انا ما فلان بودم این خیلی نبود. یک انسان‌های مبارز عادی معمولی بود. نه کسی اونا را انتخاب کردگی بود نماینده و نه کسی اونا را انتخاب کردگی بود راهبر و نه هیچ چیزی نداشتن. یک مبارز تا که همه آمدن خلاصه در مبارزه یک خودشون نشان دادن، بعد استریلیت کنی مردم گرفتن. این همین دزدی کردن، خلاصه فریب کردن. برای همین خاطر اونا دیگه چاره‌ای ندیدن به جز در رحمانوف تسلیم بشود. که اگر در اینجا ما گفتیم پلای مردم بگردونین که نگردوندن، بچه‌ها گفتن که خفه نشیم ما بقپیمشون همین خیلی که بفرام خاطرشون معامله میکنیم، گفتیم آزادین هر چیزی که میخواین بکنین. دیگر اونو دیگر جایگاهی نداشتن در اونجا. چیکار کردن؟ رفتن تاجیکستان، در رحمانوف تسلیم شدن، گشتن این کسایی که از اینا پول گرفتگی بودن اینا را تهدید کردن. اصلا سبب اینه بود که اونا پولشون نپرسن، اما این بچه‌ها مجبور بودن که دیگر پولشون نپرسن. برای خاطر یا چی میکردن؟ میفروختنشون. منظور ما این کسایی که امروز خانه های مردم میگردن، ما اگر گروه نشوه، من معذرت از خواهرها و مادرها و کسایی که میشنون، این اونمون یک پفک که اد نرزوی یک بار استفاده، اینم یک بار استفادهش میکنن دیگه در کار نمیشه، دیگه نمیفورد که همو پفک دیگه دست بزنی. عینا نمیونه همو چیزن. همش هر کسی که در مقابل مبارزه گپ میزنه عینا همو چیز هستن. اینم زمان شب گم دامو عقاب وره میبردارنش. پکا امروز میوه میتیه، پکا امروز شیر میتیه، جوشیدنش میگیره. تا زمانی که قاق کرد بعد خلاصه میگه بگیرش گیره چیش کنی دیگر یک طرفش کنی دیگرش میدان بدرولی. اینا کی بدن در مابین جامعه؟ کی بدن؟ اینا کی بدن که بیان؟ یا نه مسئول نه کدام رئیس. ایان دا همون دیاسپورا همون نفوذشون بلندتره. دیاسپورایی که در روسیه هستن اگر چندی هم که از رحمانوف دفاع میکنن، نفوذ همونها بلندتره. پول دارن، خانه و در دارن، گرجدنست و دارن، 4 کس هم میشناسن. اونها حتی گپشون سخنشون بلندتره. یا چی؟ یا فقط اینمی اونمو چیزی که گفتم اونمو اینا هیچ تأثیر ندارن. برفتن اینا نشان دادن خانه های مردم خوبه که مردم ببینن که خانه و در تکی ببینین. دیگر تو چیزی نداره که تو بگوی من خانه و در فلان داشتم، من این همین نمود زندگی دارم. دیدین اگر تاجیکستان خوب میبود ما همین نمود زندگی میکردم.
اگر یک درآمد خوبی می‌داشتم همینم زندگی می‌کردم. همون درآمد نیست که اما برای یک بار خانه یک رئیس کو سیامکا که چگونه زندگی میکنه. خب همین میگم که اینو نه گفتی خودت که اگه زور گفتی همون را کوچه ها را سیامکا که کوچه ها را تو خونه ما را اومدن ای رایون تا خونه ما را 800 900 متر کو یا بار سیامکا که هم گفتی برادر نشان بده که هم راه در چی حالتن. بچه ما 10 سال 3 ماه میریم در تاجیکستان نیستیم، همین 3 ماه 2 بار خدوایی میکنیم ماشینمون. من همون منطقه‌ای که من زندگی میکنم یک زمان درباره یک کوپری گفتم. وقتی گفتم دیگر همون رئیس دمیگه همین تیم را برآورده است، یک دو صاحبکار را گفتن خلاصه رفتن اونجا را دوباره کران آوردن کوپریکا را چسبوندن جا به جا کردن. او شکستگی نیست، گازی زلیوت کردگیان ارمیر بد کردگیان او را ساختن. اما راه همون راه اینمی کاسکاتیور باید تو مستقیما رفتن نمیتونی، تو نمیتونی که همین رولا بخوای هم راست برای هیچ تومه دیگه هیچ خرید نزنم، هیچ تومه دیگه هیچ خرید نزنم. اینمی خیلی راه نیست که راه معمر باشه، اسفالت باشه، حداقل سیمنت باشه، شیب نطاقه باشه، لای چال. اینمی ای دوری سیوز موندگی بازی همون مازوتی سال سیوز هم دیگر خاک شدگی رفتگیه. من همین یک چیز گفتنی هم همین برای مهربان ستاروف همون آدم من فن کردگی ای انشاءالله روزش میآید به خدا قسم ای او آدم من 70,000 روبل گرفتگی من در پسرد کار میکردم میگفت که صغیره همین سوم نته که وای فندد منه نکی وای میگفت که من همین برای اکاد ما در بریانسک اوبلاست محکم بود هم که مهربان 3 بار قطعی در مسئله قطعیش با خوردم بیومتر پناهندگی در همجا تو غوری میکنم چه خیلی گفتی من در سیاست واپشه خوش نمیشم هم یک گروی دارم بس نه من واپشه خوش است میرم پس زندگی میرم اشکال من همون آدم 70,000 روبل دادگیم من میگم که تا وقتی انقلاب همون سوما بگردم اگر نمیگردونی وقتی که انقلاب میشه میام کو بعد در نزد قانون جواب میدی با این ماشینیکی تو یا تنها من فهم کردگی نیستی من قدی کدوم بچهای میشنم تو بعد وقت همه را فهم کردگی بله همه پلی کم تا من 70,000 گرفتگی دیگه آدمو تا 200,000 گرفتگی. بله باقی چه گفتنی برادر امین برادری که در واتساپ تماس یک دقیقه برادر که اوج میش خیلی برادری که در واتساپ تماس گرفته میشنوی برادری که در واتساپ تماس گرفته پلوس 82 میکروفونت خاموشه برادر واتساپ برادری واتساپ خب خیلی بعد پس اونتر تماس بگی. خب خیلی برادر آخر سخن تا بگو خیلی خداحافظی کنی. من همین خیلی گفتنی هم که حکمت شما نری خونه های ما را سیانکه نکنی ما یگان دوارت نداریم همه ابیچنه ما رنگ هم دیگه آدم همه آدم هم خیلی خونه من داره اگر کسانی که ایده 2018 ایست زندگی کردگی نیستن لبوی خونه برای همون خیلی شما ما را نمونده که ما آباد کنیم همونجا را من نه جدا کردن همونجا را همون خونه را بگه بابی موندگی. برادر خب که سر گاگول چی قب شوگا میزنی آدم وری گپ یک دقیقه صبر کن آدم وری گپ زد اخیرا بی چی را بینم در تو هیچ کار در کار نیست خب یک دقیقه صبر در کار نباشه در کار نباشه سگاتون روی میکنه میراث یونکا میکنه در جهان نشان میدیم این عمر شما عمر حکومت کی من شهروندان تاجیکستان همه زندگی دارم خب یا منو صبر کن مردم هم سو زندگی است ای بچه شبکت بگی ایسرت نمیگیرم نه فوتبال برما نمیگیرم چی برای ای فوتبال برما دگیم نمیگیرم میگم ترا اماجون خبر قوقشا بد بیو برا خاطی چی گپ زنم اخی سر ترا اخی سر خوک بد بیو اخی برا سر خوک بد بیو گپ میزنیم. خب برادر تشکر زیاد مال خدا نگهبان هم خواهی گفتنی هم که حکمت این کاری که شما داره کو این بامینوتی شما باید نبرات این کار را نکنه که آبروتون میرزه آباده تاجیکستان آباده هیجوش آباده. بله خب یک خونه من خیلی نیست خونه لبوی کس همون ایوب پونروی که خونه لبوی کس اون هم قشلاق ایمانه دیگه قشلاقا هم خیلی که خونهاشون هم خیلی
خونه همه خیجبک پوشاندگیه. بو خونه من خیلی کریچه داره. ولی خونه شما سازه. ولی خونه ما را سیمکا کنن ببینش. اوجا اوغل خونه ای اشور فکری جگب میزنه اگه من که خونه پونه ندارم. ما دیگه خونه ما دیگه در هر کجا که دوغری شد همونجا خونه میزنیم. خونه ما فعلا شویتسیه. نه پروسه برادر اشور همین یک وایده یک چیز عبید نه که مثلا چخله همه آدم رفته خچه معرفی کرده که من اونم من اوی به همه صغیره ها و مقصد میارم شده من چند کسا آوردگیم خورده گشتیان همه 100% او مادر من جو میدونه که یک کس اومده همه گفته که من خیلی هم شما یا مرده بیست کلتون کار بفرمیده شما گیجو میره شما بیای با من گپ زنه مسلمانو بیای در این میدانو بیای خطی ما گپ زنه ما با شما ما با مادر شما بنامی الان با مادر یگان تا کار ندارم نه با زن نه با مادر اگر همین انقلاب هم شود یگان گپ نمیگم من با هم خدا تو کار دارم. تمام برادر که الماس بس کرد. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. سلام علیکم. برادر که در واتساپ تماس گرفته سلام علیکم. برادر که در واتساپ تماس گرفته میکروفونت خاموش ای. دیم باشید من تلفن اختم میبردونم میکروفونت خاموش ای. این خیر چی بگم. میشنوی برادر؟ سلام علیکم. علیکم السلام.